کسی که حریم توی رابطه رو بلد نیست شخص وابسته است، تایید طلبه، شخصیه که تحقیر میشه، بهش زیاد توهین میشه، کسی که زیاد نادیده گرفته میشه. کسی که حریم توی رابطه رو بلد نیست شخصیتی هستش که باید بپذیره که بلاک بشه، باید بپذیره که یه جاهایی مثل یک مزاحم باش رفتار بشه. امروز میخوام در مورد حریم در روابط باهاتون صحبت کنم. لطفاً دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن رو بزنید، بعد علامت زنگوله رو فشار بدید که تمام این محتواهایی که با عشق، با تحقیق، با مطالعه جمع‌بندی میشه و افتخار تقدیم نگاه ارزشمندتون بشه. دوستان بی‌نظیرم سلام، امیدوارم حال دلتون عالی باشه و سرشار از انرژی های مثبت باشید. حریم توی روابط دقیقاً چیه؟ چه عوارضی داره اگر رعایت نشه؟ چه پیامدهایی برای شما به عنوان یک فرد یا به عنوان یک کسی که توی رابطه با حالا همسرش، پارتنرش، شریک احساسیش هست، چه آسیب‌هایی میتونه داشته باشه اگر رعایت نشه؟ حریم توی رابطه یعنی من به عنوان یک فرد تشخیص بدم که دور خودم یک خط قرمز بکشم و یه سری بایدها و نبایدها توی ارتباط با همه به جز خودم برنامه ریزی کنم که چه کسی تو چه شرایطی تا چه حدی میتواند به حریم من نزدیک بشه. کسی که حریم توی رابطه رو بلد نیست شخص وابسته است، تایید طلبه، شخصیه که تحقیر میشه، بهش زیاد توهین میشه، کسی که زیاد نادیده گرفته میشه. کسی که حریم توی رابطه رو بلد نیست شخصیتی هستش که باید بپذیره که بلاک بشه، باید بپذیره که یه جاهایی مثل یک مزاحم باش رفتار بشه. کسی که حریم توی روابط رو بلد نیست انگار مثل یک خونه‌ایه که وسط یه میدونی زده شده و در نداره و هر کسی میتونه وارد این خونه بشه، یعنی اونجا راحت دزدی میشه، راحت اسباب و وسایل اونجا رو میبرن میارن بدون اینکه در نظر بگیرن این مال کسیه، مالکیتش رو کسی داره. اگر فرد متأهل هستید و میبینید که دخالت‌های اطرافیان از خانواده ها، دوستان، هر کسی که با شما تو معاشرت نزدیک هست توی زندگی شما داره تاثیر منفی میذاره یا حتی تاثیر مثبت تو جاهایی که مدیریت نشه، میتونه پیامدهای بدی داشته باشه. اگر مادر شما با شما خیلی رابطش نزدیکه و مامان شماست، مامان همسر شما که نیست که اون نمیپذیره به 1001 دلیل که مادر شوهرش یا مادر خانمش خیلی چیزا رو در موردش بدونه، در موردش نظر بده و قضاوتش کنه. حریم توی رابطه زندگی مشترک یعنی من و همسرم منهای همه و قوانین و مقررات و خط قرمزهایی توی این مسئله تعریف میشه. به زبان خیلی راحته، همه میگیم که آره مثلا مسلما ما دیگه همراه همیم تو غم و شادی، ولی تو عمل انقدر به بلوغ رسیدی که مسائل زندگی مشترکت رو به عزیزان خودت نگی، انقدر به این پختگی رسیدی که متوجه بشی که حریم زناشویی شما از حریم زندگی مجردی شما جداست و اون چیزی که برای مادر شما، پدر شما، دوست صمیمی شما قابل احترام و قابل توجه ممکنه برای همسر شما زنگ خطر و خط قرمز باشه. در نظر بگیر توی یه همچین شرایطی حتما باید بدونی که زنگ خطرها و خط قرمزهای همسرتون چه چیزهایی هست و همسر شما هم باید بدونه خواسته ها، توقعات و انتظارات شما توی زندگی مشترک چه چیزهایی هست. اون چیزی که مهمه آرامش و رضایت هر دوی شما در کنار همدیگه هست. حریم رابطه فردی یعنی من خودم، تنهایی
یه سری بایدها نبایدها دارم و هیچ کس به هیچ قیمتی توی هیچ شرایطی حق نداره از این خط قرمز من عبور کنه. و اینجاست که شما صاحب عزت و حرمت میشید توی روابطتون، چون خودتون مشخص کردید که شما توی چهارچوب و قوانین مدیریت شده و سالمی دارید زندگی میکنید. توی رابطه همسریتون هم به این شکل کسی که تأثیر منفی از دخالت خانواده ها داره، یعنی میخواید چیزی بخرید، میخواید کاری انجام بدید، باید حتما خانواده ها در جریان باشن. مراجعی داشتم که به شدت از این مسئله اعتراض داشت که خانم ابو حمزه چرا من با شوهرم یه مسافرت بدون مادر شوهرم نباید بریم؟ چرا وقتی که شوهر من میخواد وسیله‌ای بخره برای خودش مثل ماشین یا یه چیز قیمتی، اول به خانوادهش میگه بعد به من؟ چون این آقا قبل از اینکه ازدواج کنه حریم رابطه رو بهش یاد ندادن و همینطوری داره توی مدار غلط زندگی میکنه و روز به روز داره زندگیشو بیشتر درگیر آسیب میکنه. به عنوان یک فرد متأهل، حریم دوم رابطه شما همسر شماست، نه مادر شما، چه خانم هستی چه آقا. همسر شما نفر دومی هستش که میتونه بعد از خط قرمز شما قرار بگیره. حتی فرزندانتون نیستن توی هیچ شرایطی، چه فرزند بالغ داشته باشی چه نابالغ. درسته مراقبت میخوان، محافظت میخوان، رسیدگی و توجه میخوان، ولی اجازه ندارن تو حریم شما باشن. همسر شما کسی هستش که تو اتاق خواب شما محرم شماست. آیا مادر شما محرم شماست؟ فرزند شما محرم شماست؟ پس بپذیرید کسی که میتونه تمام جسم من و تمام وجود من رو بدون هیچ پوششی ببینه، بعد از من نزدیکترین فرد من هست. مسئله پیچیده ای نیست. پس لطفاً حریم توی رابطه رو پلکانیشو یاد بگیرید. اول خودت، نه فقط خودت، اشتباه نکن. دوم خودت و شریک احساسیت، همسرت. حالا گاهی اوقات میبینی که مجردی میشه پدر و مادرت، بعد اول مادرت، بعد پدرت، بعد خواهر برادرانت. بدونید به هر کسی توی زندگیتون چه جایگاهی باید بدید و چه حریمی رو براش قائل بشید. من الهام ابو حمزه با تمام عشق کنار شما هستم که تاج آگاهی روی سرتون باشه و زندگی عاشقانه‌تون پایدار و برقرار باشه. لطفاً دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن رو بزنید، بعد رو علامت زنگوله بزنید که تمام این محتواهایی که کمک میکنه روز به روز زندگی شادتری داشته باشید در اختیار نگاه ارزشمندتون قرار بگیره.